صدقني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران قرار داشته باشیم. البته همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را بار دیگر کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد عرض نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما برادر عزیز و بزرگوارم استاد رحیمی عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمت شما هستیم آنچه که مورد رضای الله متعال است در این محفل ما گفته بشه ان شاء الله. تشکر، سلامت باشید. بیننده های عزیز، اگر در هفته های گذشته با ما بوده باشید در برنامه زلال ایمان ما به موضوعات ایمان پرداختیم و رکن اولی از ارکان ایمان که ایمان به الله متعال و این اساسی ترین رکن ارکان ایمان هست پرداختیم و نیازمندی هایی که ما در باب ایمان داشتیم که کدام ایمان به الله مطلوب هست از ما و چه مواردی نیاز هست در باب ایمان به الله متعال که ما آن را با خود داشته باشیم پرداختیم. اگر فراموش نکرده باشید در هفته گذشته ما گفتیم مشرکین قریش، مشرکین زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در باب ایمان به الله متعال، در توحید ربوبیت یا ایمان به خالق بودن الله متعال یا ایمان به رازق بودن الله متعال، ایمان به متصرف بودن الله متعال در کائنات و مدبر کائنات که الله است، در این ابواب مشرکین قریش هیچ مشکلی نداشتند. با دهها آیت قرآنی آنها به این باور داشتند که الله متعال خالق آسمان و زمین هست، پادشاهی تنها از آن الله است، عزت و ذلت به دست الله متعال است، زنده کردن و مرانیدن به دست الله متعال است. در این ابواب مشرکین قریش هیچ مشکلی نداشتند. البته متاسفانه امروز تعداد زیادی از مسلمان ها حتی در این باب مشکل دارند که مخلوقات الله را در باب خلق و تصرف و تدبر اینها شریک می‌دانند به الله متعال، اما مشرکین قریش در این باب هیچ مشکلی نداشتند. مشکل آنها در مورد بعدی می آمد که ما او را توحید الوهیت می‌نامیم یا در باب عبادات از آنها مشکل سر زد و آنها به انحراف رفتند. مشکلی که در عبادات داشتن هم خیلی بزرگ نبود، نسبت به مشکل تعدادی از مسلمان‌های امروزی کمتر بود در بسا موارد. ما امروز تعدادی از مسلمان نماها یا منسوبین به اسلام را داریم که در عمرشان یک بار هم هیچ نوعی از عبادات را تنها و خالص برای الله نمیگردانند، یعنی کل عمرشان در عبادات شرکی سپری می شود. اما مشرکین قریش با نص قرآنی بعضی وقت عبادت را تنها برای الله خالص می‌کردند که خداوند می‌فرماید، آیتی را که استاد سلیمانی عزیز اشاره کرده بودند، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی که در کشتی سوار می‌شدند، در بحر سفر می‌کردند و موجها متوجه آنها می‌شد، اینجا دیگه همه چیز را فراموش می‌کردند، تنها پیش خداوند دست بلند می‌کردند و تنها خدا را فریاد می‌کردند و از خدا کمک می‌خواستند. دین و عبادت را اینجا فقط برای الله انجام می‌دادند که متاسفانه تعداد زیادی از منسوبین به اسلام و مدعیان اسلام ما می‌بینیم که امروز در این باب مشکل دارند که در زندگی یک بار هم هیچ عبادتی را برای الله خالص نمی‌گردانند. تمام عبادت‌هایی که انجام می‌دهند مملو و مخلوط با شرک هست. استاد سلیمانی عزیز، من میخوام به یک موضوع دیگه اگر شما بپردازین، او این است که قسمی که ما گفتیم مشرکین قریش در باب توحید ربوبیت یا خالق بودن الله، مالک بودن الله هیچ مشکلی نداشتن، باور داشتن. البته مشکلشان در عبادات بوده که نوعی از عبادات را برای غیر الله صرف میکردن. امروز تعدادی از مسلمان ها را ما داریم، آنها هم مثل مشرکین قریش در باب ربوبیت البته مشکل ندارن، خداوند را خالق و مالک و رازق همه اینها
قبول دارن. در باب عبادات آنها هم کمی میلنگن. لنگیدن آنها به این شکل است که مشرکین قریش تعداد از عبادات را برای غیر الله صرف میکردن، اما تعداد از مسلمان های امروزی در باب عبادات اصلا غافلن، یعنی هیچ عبادتی نمیکنن مثلا، یا میکنن هم بسیار ناچیز. بزرگترین عبادات که نماز هست، در نماز مثلا تساهل دارن، کسالت دارن، تنبلی دارن. در روزه بچه مسلمان های زیادی روزه نمیگیرن. زکات خو الا ماشاءالله بسیار کمی از اغنیای ما میپردازن، او را به عنوان یک عبادت انجام میتن. تعداد زیادی زکات نمیدهن. اینجا یک مقارنی کوتاه اگر میان مشرکین قریش بکنید که آنها عبادتشان مخلوط با شرک بود، پیامبری به سویشان فرستاده میشه، پیامبر دعوتشان میده، در صورت نپذیرفتن با آنها جهاد میکنه، اما اینجا مسلمان ها یا مسلمان نماهایی که اصلا به عبادت نمیپردازن، مشکل اینها چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونگونه که شما اشاره فرمودید، ما وقتی که در باب اطاعت از الله متعال و در باب دین داریم میایم و بررسی میکنیم، با چند گروه ما برخورد میکنیم. دقیقاً. گروهی هستند که خود اصل قضیه رو قبول دارند و وجود الله متعال رو قبول دارن. اونایی که قبول ندارن که ما با اون اصلا بحثی نداریم. و بحث ما بیشتر روی کسانی هست که ما چون صحبت از ایمان میکنیم و برنامه ما مستمع به ایمان هست، اون کسانی که میگن ایمان داریم، ما به این گروه داریم صحبت میکنیم. در باب ایمان به الله متعال هم همونگونه که ما در برنامه گذشته هم به استناد آیات کلام الله مجید اشاره کردیم، الله متعال میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و این آیه 106 سوره مبارکه یوسف رو ما بارها و بارها تکرار کردیم که الله متعال میفرماید یک عده ایمان به الله تعالی دارن و شرک هم دارن. اینها همون کسانی بودن که ما از مخاطبین رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها اشاره کردیم که ابو جهل و ابو لهب اینها الله متعال رو قبول داشتن، یعنی به وجود الله متعال معترف بودن. نه تنها به وجود الله متعال معترف بودن که خالق بودن الله متعال و رازق بودن الله متعال و مدیر و مدبر بودن الله متعال در عالم و متصرف در امور عالم و اینکه زنده میکنه و میمیرانه و عزت میده و ذلت میده، همینها رو بنا به آیات کلام الله مجید الله متعال میفهمد اینها قبول داشتن. چون در این باب فرمود اگر از اونها بپرسید در همه این موارد در آیات مختلف، فرمود جواب چی هست؟ پس یقولون الله، لا یقولون الله، با تعابیر مختلف خواهند گفت الله تعالی. حالا اینها در عبادت مشکل داشتن که حالا بهش ما به تفصیل بیشتری میپردازیم. یک گروه دیگه هستن که اینها قبول دارن. بله. اینها هم قبول دارن، یعنی دقیقاً اونچه که ابو جهل ابو لهب داشت اینها هم قبول دارن، اما چیکار میکنن؟ اینها عبادت اصلا عبادت نمیکنن. قبول دارن اما عبادت نمیکنن. اونها قبول داشتن عبادت میکردن، عبادتی همراه با شرک. بله. اینا اصلا عبادتی نمیکنند. حالا اصلا چه با شرک چه بدون شرک اصلا عبادت نمیکنن. این افراد اگر کسی اصلا عبادت نکنه، فقط اعتراف بکنه، خب اون که حداقل نیم عبادتی داشت. بله. اونی که حالا ابو جهل و ابو لهب یک نیم عبادتی که داشت، این که اصلا هیچی نداره. خب ما چطور میتونیم بگیم که این وضعش از اون بهتره؟ این که اصلا عبادت نمیکنه. یکی که اصلا عبادت نمیکنه، نمیدونه نماز چی هست، نمیدونه روزه چی هست، نمیدونه زکات چی هست، فقط میگه خدا هست. خب اینو که شیطان هم گفت، ایمان اینها رو ما میتونیم به ابلیس تشبیه کنیم. نه، ایمان اینها مثل ابلیس. این افراد ایمانشون ایمان ابلیسیه. یه عده ایمانای ابلیسی دارن، یه عده ایمانای ابو جهلی دارن، یه عده ایمانای محمدی دارن صلی الله علیه و سلم. این ابلیسی چیه؟ ایمان ابلیسی این اعتراف به الله تعالی داره، اعتراف به عزت الله متعال داره، اعتراف به روز قیامت داره. اینا رو همه رو شیطان اعتراف کرده که در قرآن میفهمد، گفت قال فبعزتک، یعنی قال رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدای من، ای خالق من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، شما منو خلق کردی. به خالقیت الله متعال، به ربوبیت الله متعال، به عزت الله متعال همه اعتراف داره، به موضوع روز قیامت هم اعتراف داره. اما چرا لعنت شد؟ لعنه الله، چرا الله متعال لعنتش کرد؟ نه؟ بله. و فرمود ما ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. چرا رانده شد؟ چون حاضر نشد که عبادت بکنه در آنچه که الله متعال بهش امر کرده بود. قبل از اون هم عبادت میکرد. اصلا چرا ما میبینیم که اسم ابلیس در کنار ملائکه همیشه ذکر میشه که الله متعال میفرماد و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، وقتی که ما گفتیم به آدم سجده کنید فسجدوا الا ابلیس،
در آیات مختلف چندین بار تکرار میشه در قرآن کریم. الا ابلیس، مگه ابلیس از ملائکه بود که اصلا در این استثناء داخل میشه؟ از ملائکه نبود اصلا. چون الله متعال میگه به ملائکه گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن بجز ابلیس. این استثناء ابلیس از جمع ملائکه در حالی که جزئی از ملائکه نبود. چرا؟ چون گرچه جزئی از ملائکه نبود، کان من الجن، الله متعال میفرماید این از جنیات بود. نور، ملائکه از نور آفریده شدن، ابلیس از آتش آفریده شده و جن از آتشن. اینها اصلا از هم جنس هم نبودن، اما به خاطر عبادت‌های فراوانی که کرده بود ابلیس، به خاطر عبادت‌های فراوانی که کرده بود به درجه ملائکه و همشأن و همتراز ملائکه رسیده بود و در جمع ملائکه رو پیدا کرده بود. این دلیلش بود که در صف ملائکه می‌بینیمش و همیشه الله متعال استثناء میکنه که ما به ملائکه امر کردم من الله با عظمت که آدم رو سجده کنین، همه سجده کردن به جز ابلیس. این استثناء به این خاطر که اون در جمع ملائکه بود، در درجه و مقام ملائکه بود. اما با این وجود چون تمرد کرد از عبادت الله متعال، از یک عبادتی که این عبادت رو، این تمرد، ریشه این تمرد خیلی مهمه. این گناهی که مسکت چی بود؟ تکبر. الان این تکبر وقتی که در هر بنده بیاد میشه ابلیس. چرا نماز نمیخونی؟ بعضیا یک جایی ادعا میکن من افتخار من اینه که سر جلوی هیچ کسی خم نکردم و سر به زمین جلوی هیچ کسی نگذاشتم، حتی اون کسی که شما بهش میگید الله. خب این ابلیس کلا دیگه اصلا با این کاری نداره. این خودش یک ابلیس دوم است، یک ابلیس دو پاست. ابلیس اصلا شاید بیاد از این درس بگیره که من چیکار بکنم، تو به نظر تو مشورت بگیره با این آدم. این آدمایی مثل این تکبر، روزه چرا روزه میگیری؟ من واسه چی روزه بگیرم؟ اصلا نیازی ندارم به روزه بگیرم. قرآن بخون، چرا قرآن نمیخونین؟ چرا دین پیروی نمیکنی؟ من قرآن بخونم، مگه من مولام برم قرآن بخونم؟ من تاجر، من مهندس، من دکتر، کسر شأنه برای من که من برم قرآن یاد بگیرم. برای من زشته که من برم بشینم پیش یک بچه‌ای در یک کلاسی قرآن خوندن یاد بگیرم. من برم در مسجد کنار فلان فقیر و فلان مسکین و فلان بدبخت و بیچاره که لباساشون بو میده فلان و فلان و فلان و فلان و برم اونجا سر خم کنم نماز بخونم که چی بشه؟ فلانی که این همه نماز خون به کجا رسید؟ این تکبر، این غرور، ولی اینکه طرف ادعای اسلام هم بکنه، بگم من بچه مسلمانم، این اسلامش همونه. ابلیس فرقش با این چیه؟ این دو تا فرقی با هم ندارن. اصلا عمل بدون قول، بدون عمل، قول بدون عمل هیچ ارزشی نداره. تا وقت انسان فقط حرف بزنه، 200 گفته چون نیم کردار نیست. به عمل کار برآید، به سخنرانی و سخندانی نیست. اینه که من فقط حرف بزنه ادعا بکنه. ایمان بدون عمل، کسی که هیچ عملی نمیکنه یک ایمان ابلیسی است. اونم همین رو قبول داشت، همین رو قبول داره دیگه. اون که خبر داره، همه قیامت هم خبر داشت، همه چی رو خبر داشت، بیشتر از ما. ایمان اون به الله تعالی، اون با چشم سر داشت میدید، بهشت داشت میدید، دوزخ خودش میدید. چرا اصلا نمیگذاره ما بریم بهشت؟ یعنی از عبادت زیاد وقتی که در صف ملائکه قرار گرفته دیگه اصلا چرا شیطان نمیگذاره انسان بره بهشت؟ چون میدونه بهشت رو خبر داره که بهشتی هست. چرا سعی میکنه بندازتش دوزخ؟ چون دیده بهشت رو دیده، دوزخ رو دیده، فرشتگان رو دیده، کتاب‌های آسمانی رو دیده، تمام انبیاء قبل از ما رو دیده. اون چیزی که برای ما غیبه برای شیطان از غیب نیست. اون چیزی که ما بهش میگیم غیب، ندیدیم، ایمان میاریم رسولا رو ما ندیدیم، ما نزول قرآن رو ندیدیم، ما فرشته ها جبرائیل و میکائیل رو ندیدیم. اون که هر روز پیش جبرائیل و میکائیل بود، داشت میدید، تو صف اونها بود، الله تعالی میگه با اونها بود. الان این گروهی که اصلا عمل نمیکنن، اینایی که اصلا عمل ندارن، حکایتشون اینه. اونایی که عمل دارن، اینایی که عمل ندارن که چی؟ اینا که ایمان ابلیسی بوده. اینایی که عمل ندارن، که اونایی که عمل ندارن اگر ایمان هم ندارن، اونا که اصلا مطلقاً کافرن. اونایی که میگن ما عمل داریم، ایمان داریم، عمل نمیکنن، اینا هم کافرن. رسول صلی الله علیه و سلم چی فرمود درباره تارک نماز؟ کسی که نماز نمیخونه چی فرمود؟ فرق بین اسلام و کفر نماز، ترک نماز است. فمن ترکها فقط کفر. کسی که نماز نمیخونه کافر شد. تمام دیگه. خلاص تعارف نداره دین با کسی در طول زندگی نماز نخونه، کجاش اسلامه؟ چیش اسلامه اصلا اینا؟ چیش اسلامه وقتی حاضر نیست نماز بخونه؟ من میگم مسلمانم. چی تو مسلمانم؟ فرق تو به کافر چیه؟ کسی که نماز نمیخونه روزه هم نمیگیره، زکات هم نمیده، اصلا دیگه این براش هیچ مهم نیست. ابلیس با عدم یک سجده
تمام این خاری و ذلت نصیبش میشه. این که هر روز چندین سجده رو، این حداقل 17 سجده رو روزانه، 34 سجده رو روزانه ترک میکنن. اما میام سراغ کسانی که حالا ایمان دارن و عمل هم دارن. گفتیم قول بدون عمل هیچ ارزشی نداره. عمل بدون نیت هم بی ارزشه. نیت یعنی اخلاص، عمل بدون اخلاص. یک عده عمل دارن خالصانه اما کم عمل میکنه به خاطر الله، مسلمونه، فقط الله تعالی رو عبادت میکنه، فقط الله متعال رو قبول داره و تلاششو میکنه، کوتاهی میکنه. نه کوتاهی میکنه، یک روزی ازش ترک میشه، تنبلی میکنه، اما هر وقت نمازش قضا میشه، هر وقت نمازش ترک میشه، خودش در وجودش احساس ناراحتی میکنه. ناراحته که چرا نماز نرفتم، نمیره نماز جماعت نمیره، نمازهای جمعهش ترک میشه، به نماز تراویح نمیرسه، نمیتونه بره شرکت بکنه. یعنی نه که یک بار دو بار، اما همیشه تارک نمازه. اما همین خودش از این احساس بدش میاد، خودش احساس ناراحتی میکنه، خودش احساس رنج میکنه از این موضوع. روزه نمیگیره، هر روزی که روزه نمیگیره اصلا همون خوردن هم براش زجرآوره. اگر گناهی میکنه عذاب وجدان داره. وقتی جلوی آینه قرار میگیره خودش از خودش خجالت میکشه، از خودش بدش میاد. هی دوست داره مثل انسان‌های مؤمن باشه. انسان‌های مؤمن رو که میبینه از دید خودش فکر میکنه اینا مؤمنن، دوست داره مثل اونها باشه. وقتی قرآن کریم رو برمی‌داره میبوسه، به بغل میگذاره، خجالت میکشه که چرا نمیتونه قرآن خوب بخونه. این تنبلی‌ها رو داره، اما تنبلی‌هاش هم داره ولی الله رو خالصانه قبول داره، عبادت میکنه، شرک نداره، تنبلی داره. این آدم امکاناتش چیه؟ مثل مسافری که در مسیر حرکت کرده، مسافری در مسیر حرکت میکنه، غذا و آبش کمه، مسیر خوب نقشه دستش هست، دقیق میدونه باید این مسیر رو بره، جاده رو صاف آمده، داخل مسیر هست، توشش کمه، غذاش کمه، آبش کمه و یک مدتی غذا تمام میشه، آب تمام میشه، میمونه همینجوری، سپاس این طرف اون طرف، باز میگره، میبینه خیلی اذیت شد، فشار میاد بهش، میره سر یک چای، یک مقداری آب برمی‌داره میخوره، باز توشه نمیگیره برای خودش، زیاد احتیاطات لازم رو نمیگیره، باز یک جای گیر میکنه، باز کمک میکنه، این آخر انشالله میرسه به هدف. این آخر یک جوری لنگان خرک خیش به مقصد برساند، یک جوری آخر خودش میرسه. اما در مقابل این هم اونقدر از این وضعش خیلی بهتره. این آدم اینه که در عبادت‌ها کوتاهی داره، عبادتاش کوتاهی داره، اما مسیر رو درست میده، اخلاص داره، اما خالصانه عبادتاش به خاطر الله تعالی است. این آدم نقشه رو دستش هست، صراط المستقیم رو یافته، ایاک نعبدو رو توی این و ایاک نستعین تو این مشکل نداره، صراط المستقیم رو رفته، اما تو این صراط المستقیم کوتاهی داره، تنبل عقب مونده از بقیه. یه دیر سریع رفتن، گاز گرفتن، رفتن، غذا داشتن، توشه داشتن، خوراک داشتن، سواری‌های خوب داشتن. این سواری‌ها و توشه و غذا همون عبادت هاست. این نداشته، عقب مونده، اما تو مسیر داره میره. یکی دیگه هست که حالا بیشتر بحث ماست. این گروه خطرناکترین گروهیه که این آدم ایمان به الله تعالی داره، به ربوبیتش، به خالقیتش، به مالکیتش، عبادت هم انجام میده، نه کم، خیلی هم انجام میده، خیلی هم عبادت میکنه و ورز پوزش خوش میکنه و این عبادتش هم کم نیست. خوب عبادت میکنه، خوب خرج میکنه، خوب قربانی میکنه، خوب نذر و نیاز میکنه، خوب خودشو خسته میکنه در این راه. اما این بیچاره ره به ترکستان برده، فکر میکنه داره میره مکه، نقشه چین رو بهش دادن، داره میره سمت دیوار چین، داره میره یک جای دیگه. اصلا مسیر رو اشتباه داخل شده. غذا داره، توشه هم داره، سواری خوب هم داره، اما اصلا مسیرش کاملا اشتباه است. هدفش کعبه است، میرسه به کربلا. این اصلا به کربلا هم نمیرسه، اصلا میره به ناکجا آباد میره. این آدم، اینا حکایتش مثل کیه؟ دو نفر تو قطار سوار میشن، این دوتا، اینو اولی و این دو نفر میخوان برن قطار سوار بشن. یکی قطار سوار میشه، تو قطار سوار میشه، میخوان از یک شهر برن به یک شهر دیگه. تو شهر سوار میشه، مثلا از تهران میخواد بره اصفهان، تهران سوار میشه میره اصفهان. یکی سوار قطار میشه میره اصفهان، خبر نداره که داخل این قطاری که سوار شده رستورانی هست، اون وسط واگن وسط رستوران هست، غذاهای خوب داره، واگن هایی هست که مخصوص
استراحت و کوپه ها مانند اینا، تخت داره، آرامش داره، امنیت داره، تلویزیونکی داره، چایی داره. همینجوری که وارد میشه میبینی چند تا صندلی هست، بعضی قطارها کوپه هایی دارن، صندلی داره مثل هواپیما، فقط همونجا خالی، میگه همینجاست دیگه میشینم. غذا نمیخوره، گشنه میمونه، پول آنچنانی هم نداره بخره، پول بلیتش هم داده، اما استفاده نمیکنه، از امکانات استفاده نمیکنه. اما میرسه بالاخره به اصفهان. یکی دیگه چیکار میکنه؟ میخواد بره اصفهان سوار بشه، قطار تبریز سوار میشه. اصلا میخواد با امید که بره اصفهان تبریز سوار میشه، اما خوبم میدونه که داخل این قطار چای هست، آب هست، استراحت هست، غذا هست. همینا رو هم قشنگ استفاده میکنه. وقتی که پیاده میشه میگن آقا به تبریز خوش آمدید. یک دفعه برق از چشماش میپره که من کجا آمدم. حکایت اینطوریه. حکایت کسی که عبادت خالصانه میکنه اما کم و کوتاهی داره. ما حمایت نمیکنیم از این آدم. نباید اینطور باشه. انسان مؤمن نباید اینطوری باشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. انسان باید همه تن مسلمان باشه. اما بالاخره این وضعش خیلی بهتر از اون کسیه که الله متعال دربارش چی میفرماد؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا؟ آیا من شما رو به زیان بارترین کارها دلالت نکنم؟ در آیه 103 سوره مبارکه کهف. الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، کسانی که در زندگی دنیا سعی بیهوده بردن و تلاش بیفایده کردن، و هم یحسبون، در حالی که گمان میکنن انهم یحسنون صنعا، اینا فکر گمان میکنن کار خوب میکنن. اینا همون کسایی هستند که وقتی این آیه دقیقاً اعمال مشرکین به تصویر میکشه. این آیه 103 و 104. آیه 102 قبلش چی میگه؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء. آیا اون کسانی که از بندگان من که کافر شدند، قبل از این که اصلا کارشون رو میگه الله تعالی میگه کافرن، اینا چیکار میکنن؟ یتخذوا عبادی من دون اولیاء، غیر از من کسان دیگری رو به دوستی گرفتن، به سروری گرفتن، به مولایی خودشون گرفتن. ان اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. اینها کسانی هستن که شرک میکنن. اینا روز قیامت وقتی میرن پیشگاه الله متعال و قدمنا الی ما عملوا من عمل، هرچی عبادت دارن میآورده میشه فجعلناه هباء منثورا. اینا همون کسانی هستن که اون آدم اولی رو ولی اینکه گناه کرده باشه روز قیامت امید بخششش هست، اما اینکی هرگز امید بخششش نیست. چرا؟ چون این اصلا به مقصد نرسید، این اصلا به هدف نرسید، این رفته دیگه جا. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله متعال هرگز شرک نمیبخشه. اگر کسی بدون توبه از گناه شرک از دنیا رفت، در دنیا که همه گناهان بخشیده میشه، حتی شرک، قبل از مرگ توبه بکنه. این حکایت قیامت. روز قیامت الله تعالی میفرماید هرگز من گناه شرک نمیبخشم. در آیه 48 سوره مبارکه نساء و در آیه 16 همین سوره باز، من هرگز شرک نمیبخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک، ان الله لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. فقط کسی که بهش شرک بکنه نمیبخشه و بدون شرک کسی از دنیا رفت امید بخششش هست. الان این چیزی که شما اشاره فرمودید، اگر کسی اصلا عبادت نمیکنه این یک ایمان ابلیسی داره. اون که اصلا عبادت نمیکنه. اینه که عبادت میکنه اما عبادتش آمیخته با شرکه، این ایمانش میشه ایمان ابو جهلی. چون ابو جهل هم همین کارو میکرد. یعنی ابو جهل عبادت هم میکرد. ابو جهل عبادت میکرد. دلیل آوردیم از آیات مختلف قرآن کریم، همین آیه که اشاره کردیم، بارها اشاره کردیم، آیه 65 سوره مبارکه عنکبوت. الله متعال میفرماید فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. در وقتی که در کشتی ها سوار میشدن یک موج میومد فقط خالصانه دست بلند میکرد، یا الله یا الله یا الله ادرکنی، یا الله ادرکنی، خدای کمک کن، یا الله خودت کمک کن، ما رو نجات بده، ما بد کردیم، اشتباه کردیم، برگردم چقدر عبادت میکنم، چه نذرها براش میکنم. بعد فلما نجاهم الى البر، وقتی که الله امتحان میفهم من نجاتش میدادم، من با عظمت الله با عظمت و میفرستادمش به ساحل به سلامتی میرسید، اذا هم یشرکون، دوباره شرک میکرد. این شرک چی بود؟ الان مثلا خیلی مهمه دیگه. مثلا خیلی مهمه که ما خدایی نکرده، ما داریم تلاش میکنیم، ما عبادت میکنیم، ما زحمتمون رو میکشیم، اما این زحمت بیاد در مسیر قرار بگیره که ما رو اصلا به یک راه دیگه برسونه. ابتلا با شرک باشه. ادعا بدون عمل هیچ فایده ای نداره. قول تنها فایده نداره. عمل بدون اخلاص هم
فایده‌ای نداره. این مسئله، پس اول باید قبول کنیم، بعد عمل کنیم. عملمون هم باید مطابق با اخلاص باشه. عملی برخواسته از اخلاص، عملی همراه با اخلاص. مشرک مکه هم داشت اینو، نه؟ بعضی جاها دعوا الله مخلصین، بعضی جاها ابو جهل هم این اخلاص رو داشت، بعضی جاها داشت، اما فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. جاهایی که خارج میشد از مشکل میرفت باز دوباره مبتلا میشد. الان باید بیایم به امرای شما که این شرک چی بود. الان این که ابو جهلی که عبادت داشت و در عبادتش شرک بعضی داشت. جاها مخلص هم بود، علایتان میفهمد بعضی جا مخلص بود، بله. بعضی جا مخلص بود، اما چون همیشه مخلص نبود مشکل داشت. خب این مشکل رو انشاءالله میپردازیم به این مشکل. اجازه بدین بریم به سراغ یک میان برنامه. بیننده های عزیز، موضوع برنامه ماست عبادت مشرک. ابو جهل هم عبادت داشت، قسمی که استاد سلیمانی عزیز اشاره کردن. بس اوقات عبادتش خالصانه هم بوده. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. عبادت ابو جهل و ابو لهب و سایر مشرکین قریش چی بود و در عبادت مشکلشان چی بود که پذیرفته نشد؟ استاد سلیمانی عزیز گفتن در عبادت شرک داشتن. این شرکی که آنها در عبادتشان داشتن چی بود؟ بعد از یک میان برنامه میپردازیم. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنان بر عهده تو نیست، ولیکن الله هر که را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که می کنید برای خودتان است و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بله بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع عبادت مشرک در برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. استاد سلیمانی عزیز، شما گفتید که ابو جهل نیز عبادت های داشت، اما عبادت هایش هیچ نفعی به او نرساند. با پیامبر صلی الله علیه و سلم درگیری هایی که داشت و در همین مسیر بالاخره از بین رفت، کشته شد در غزوه بدر غالبا. بله، در بعد به هلاکت. سایر مشرکین قریش مشکلشان همین بود. البته عبادت داشتن، اما عبادتشان هیچ دردی را دوا نکرد، هیچ نفعی برایشان نه در این دنیا نه در آن دنیا رسانید. چرا؟ همونجوری که اشاره فرمودید، الله متعال میفهمد که ابو جهل
و ابولهب و مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و صلی سلم الله علیه و سلم برخلاف آنچه که ما احساس میکنیم که سنگ پرست بودند، سنگ پرست نبودند. سنگ پرست نبودند؟ اونها خدا پرستانی مشرک بودند. الله تعالی فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. آیه 106 سوره مبارکه صف رو برای کی نازل کرد؟ در مکه مکرمه نازل شده این آیه. دقیقاً. برای کی نازل شده؟ الله متعال خطابش وقتی این آیه نازل شد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون و ما یؤمن اکثرهم هم این برمیگرده به مشرکین مکه. آنها ایمان نیاوردند بر الله تعالی مگر خیلی از اونها شرک دارند به همراه ایمانشون. و الله متعال خود آیات مختلف اشاره کرد دیگه، وقتی که در خود کشتی فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین، یعنی خدا پرست بودن. دقیقاً. نه که یعنی مشرک، ما وقتی که میگیم مشرک خیلی از عزیزان فکر میکنن ابوجهل اصلا خدا رو نمیشناخت، اصلا فکر میکنه همون سنگی که میتراشید همون سنگ رو میپرستید. نه، خدا میدونست. الله تعالی میفهمد که اونها قبول داشتن همین موارد رو قبول داشتن و حتی احترامشون به کعبه دلالت بر این جریان میکنه، احترام اونها به حجاج بیت الله الحرام که حتی در زمان خودشون منحجی که از مسیر اصلی و اون حتی شعارشون لبیک اللهم لبیک مگه نداشتن؟ مگه ما قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان ابوجهل و ابولهب اینو نمیشنیدیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک الا شریکا هو لك تملكه و ما ملک. تملكه و ما ملک. گفتن خدا شریکی نداره، هیچ شریکی نیست جز تو مگر شریک خودت قرار دادی و مالک اون شریک هم خودتی و خودت تو یک اختیاراتی بهش دادی. اصلا اینه ما اگر میخوایم توحید رو بشناسیم استاد رحیمی عزیز، تا شرک رو نفهمیم، تا آن آیاتی که درباره شرک مشرکین مکه نازل نشده نفهمیم، توحید رو نمیفهمیم اصلا. که توحید یعنی چی؟ دقیقاً. چون توحید نقطه مقابل شرکه. بالکل. و اون شرکی که مشرکین مکه داشتن و اگه ما نشناختیم، ما از کجا میخوایم مشرکین رو بشناسیم؟ مشرک کیه؟ مشرک اون کسی که الله تعالی مشرک میگه، اون کسی که در قرآن برای ما معرفی میکنه شرکش رو. ما وقتی که میایم نگاه میکنیم الان اینها احترامشون به کعبه، حج، اینها حتی در جریان حجر الاسود که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قبل از بعثت حکم کردن، چرا جنگ داشتن؟ مگه چی بود؟ این حجر رو به خاطر قداستش، احترام به اشهر الحرم، ماهای حرام، این از کجا اومده بود؟ اینها همه نوادگان اسماعیل علیه السلام مگه نبودن؟ خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نسل اسماعیل و کل قریش از نسل حضرت اسماعیلن. اینها از نسل ابراهیم علیه السلام بودن و بود بین اینها اون بقایا رو به انحراف رفته بودن، به شرک رفته بودن. شرک اینها چی بود؟ این خیلی مهمه که ما بفهمیم. وقتی ما به قرآن کریم نگاه میکنیم که خود قرآن کریم میفهمد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، خود قرآن کریم هم این شرکش رو برای ما معرفی میکنه. این شرکش رو که شرکشون چی بود؟ شرکشون این بود که اینها فقط همین چیزو میگفتن قدرت خالق مطلق الله، مالک الله، رازق الله، همه چی الله. فقط یک موضوعی هست که الله متعال یک بندگانی داشته، اولیای الله متعال بودند، اینها از دنیا رفتند نیستند، اما اینها به خاطر قرب درجه‌ای که نزد الله متعال داشتند و دارند، اینها روح اونها همچنان روح اونها رفت و آمد داره بین ما و اونها روح اونها میان پیش ما و این مجسمه هایی که ما به یاد اونها ساخته ایم، و به شکل اونها درست کردیم، اینها در این مجسمه ها حلول میکنن. وقتی که روح اونها میاد در این مجسمه و ما میریم پیش اینها، یک سری حالا نظر و نیازهایی رو، مثلا یک گوسفندی حالا قربانی میکنیم براش پیش این بزرگوار، مثلا مقداری میریم سجده تعظیم میکنیم، رکوع میکنیم، سجده میکنیم، یا دست بلند میکنیم میگیم یا فلان دعا میکنیم و ازش میخوایم، این میشنوه صدای ما رو. مثل چی؟ قیاس کردن با یک آدم زنده. مثلا یک انسانی هست، اولیای خدا زنده است، نشسته تو خونش، میریم یک گوسفندی براش میبریم، یک هدیه براش میبریم، بعدم میریم پیشش، فلانی من خیلی مشکل دارم، برام دعا کن، خدا مشکل من حل کنه. این کار اینو خیلی از ما الان وقتی که این حکایت از اینجا شروع شد، اصلا شرک در طول تاریخ بشر شرک از اینجا شروع شد. قیاس مردگان با زندگان، از اینجا شروع شد مشکل. اولین باری که شرک در تاریخ بشر اومد در زمان نوح علیه السلام که اولین پیامبری است که برای مبارزه با شرک اومده و رسالت پیدا کرده. ود، سوا، یغوث و یعوق و نسر، 5 تا بوتی که نام اونها در سوره نوح ذکر میشه، اینها 5
مجسمه اولیای الله تعالی بودن. بعد سوا و یغوث و یعوق اینا اولیای الله بودن. 5 نفر بودن، 5 تا انسان صالح ولی الله متعال که به یک باره از دنیا رفتن و فراق اینها بر قوم نوح گران آمد و سخت بود و پریشان و درمانده موندن که ما شاگردی هم جای خودشون نگذاشته بودن. 5 نفر از تمام بزرگان قوم و سرداران قوم و علمای بزرگ قوم و اولیا رفتن موندن چیکار کنن در فراق اینها قوم. شیطان آمد به شکل یک پیرمردی و گفت که من اینها چرا پریشانین؟ گفتن والا 5 نفر از عزیزانمون اولیای الله متعال رهبرانمون از دست دادیم. گفت نگران نباشید. گفتن اصلا حال و حس زندگی نیست، عبادت هامون اون رنگ و رو رو نداره، اصلا همه چی به هم ریخت. گفت من اینها رو شکلشون رو دیده بودم، مجسم های درست میکنم به شکل اینها، گوشه معبدها عبادتگاه ها بگذارید و هر وقت که حاضر میشید فکر کنید اینها هستن و هر وقت که میایید فکر کنید روح اینها میاد با شما در این عبادت ها شریک میشه. فقط همین. مرحله بعدی، نسل بعدی که آمد چی گفتن؟ گفت بابا پدر و مادرای شما به اینا احترام خاصی داشتن، اینها روح اولیا در اینها میاد اینجا، شما همونجوری که اینا زنده بودن پدر و مادر شما از اینا تقاضای دعا میکردن، حل مشکلات پیش خدا، شما میتونید این کارو بکنید. این کارو بکنید. اینها هم دیگه بعد اومدن یا هبل یا ود یا سوا یا یغوث یا یعوق یا نصر، ادرکنی اشفع لنا عند الله، ما رو نزد خدا شفاعت بکن. برو پیش خدا، من روسیا، من بدبخت، من بیچاره، برو پیش اون شفاعت بکن. بعد جلوتر که اومدن حالا گفتن حالا وقتی گوسفندی می‌بردیم خونه‌اش، حالا خودش کار نیست دیگه، حالا گوسفند اینجا قربانی می‌کنیم به اسم این تا بیشتر حرف ما پیشش خریدار داشته باشه. بعد انحرافات زیاد شد، یعنی دامنه به جای رسید که حتی هر کسی یه گوشه هر چیزی برای خودش برمی داشت و دیگه حتی سنگ پرستی هم که بعضی جاها رواج پیدا کرد از همین شعبه به انحراف رفت. وقتی که انحراف زیاد میشه دیگه به هر جایی که داخل شد داخل میشه. درست. اما اصل ریشه اینجا بود. پس ما مشکل ما سنگ پرستی نبود، مشکل شخصیت پرستی بود. اینا گفتن ابو جهل و ابو لهب و امثالشون که از آبا و اجدادشون به ارث برده بودن این رو، نه که خودشون فقط. این انحرافی که در دعوت ابراهیمی علیه السلام و دعوت اسماعیل علیه السلام در شبه جزیره بعدها به وجود اومد، از اینجا به وجود اومده بود. و اینا چیکار میکردن؟ بر این باور بودن. قرآن کریم برای ما توصیف میکنه. اینا حرفای من نیست، اینها صحبت من نیست، اینها مجموعه آیات کلام الله مجید رو که کنار هم میگذاریم این رو به ما میفهمونه. الله متعال میفهمد. اینا چیکار میکردن؟ اینها و یعبدون من دون الله در آیه 18 مبارکه یونس عبادت میکردن غیر الله تعالی. من دون الله معناش بت نیست. ببینیم من دون الله معناش بت نیست، غیر الله تعالی. حالا میتونه چون آیات عام بیان کرد، یه عده غیر الله تعالی انبیا هستن، غیر الله تعالی اولیا هستن، غیر الله تعالی فرشتگان هستن، غیر الله تعالی جنها هستن. و این در بین جنها هم بود. جنها هم عده‌ای از اولیاء خود رو اندامی کردن و یک عده‌ای همین واسطه همین بعد به انحراف که کشید به جاهای مختلف رفت. خلاصه الله متعال میفهمد عبادت میکردن. خود همین رکوع کردن عبادت بود، سجده کردن عبادت بود. این نزد ما عبادت جانی داریم، عبادت مالی داریم، عبادت زبانی داریم، عبادت قلبی داریم. تمام جوارح ما عبادت میکنن. زکات یک عبادت مالی است، صدقه یک عبادت مالی است، نذر و قربانی کردن یک عبادت مالی است. ریختن خون خودش یک عبادته، به شرطی که در مسیر الله تعالی باشه. ریختن خون یک عبادته. ما در میدان جهاد کسی که خون یک کافری رو میریزه، دشمن الله تعالی رو میریزه، این یک عبادته. کسی که یک حد الهی رو جاری میکنه برای یک انسانی، برای اون مسلمان باشه، قصاص میکنه از قاتل، این یک عبادته. خود عمل حد یک عبادته. کسی که قربانی میکنه یک حیوانی رو که حلال گوشت است برای الله تعالی، خونش رو میریزه، عبادته. ریختن خون یک انسان، یک موجود زنده، ریختن خون یک موجود زنده که الله تعالی اجازه داده در چارچوب شرع یک عبادته برای الله تعالی و فقط هم برای الله تعالی باید ریخته بشه. این خون به اذن الله تعالی. این خون رو برای غیر الله تعالی ریختن میشه شریک کردن غیر الله تعالی در عبادت، یعنی عبادت اون شخص. و یعبدون من دون الله. به همین خاطر ما میگیم جلوی پای قاجی، رو جلوی پای عروس و داماد اگه کسی قربانی کرد شرک کرده در عبادت. عبادت میکردن غیر الله تعالی رو، کسانی رو که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه سود به اونها داشتن نه ضرری. و در پاسخ وقت اعتراض میشد چی میگفتن؟ و یقولون بعد پوزش هؤلاء شفعاؤنا عند الله. این خیلی مهم. آیه 18 سوره مبارکه یونس. الله تعالی میفرماید مشرکین مکه غیر الله تعالی رو عبادت میکردند
عبادتی که به کسانی رو عبادت میکنن که نه سودی به اینها داشت و نه ضرری میتونست به اینها برسونه، در پاسخ میگفتن به چه حجتی، به چه بهانه‌ای، به چه دلیلی؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء اینها، این کسانی که ما اونها رو به فریاد میخوانیم، یا لات یا هبل یا عزا یا ود یا سوا یا یعوق یا منات و یا نصر، اینها شفعاؤنا، شفاعتگران ما هستند عند الله، نزد الله تعالی. این شرک. چه هدف نیکی. آقا من بدبخت روسیا چه روی دارم برم پیش خدا؟ من همون جوری که شما میخوای بری پیش پادشاهی، وزیری تو رو قبولت نمیکنه. تو کی اصلا میخوای پادشاه رو ببینی؟ تو کی؟ چه کاری هستن آقا؟ من میخوام برم پادشاه رو ببینم، مجبورم برم پیش یکی از درباریان، به واسطه پیدا بکنم. نه، من خودم که وزیر نیستم مستقیم برم پیشش، سفیرم نیستم برم پیشش، من خودم یکی از اولیای الله نیستم که به این درجه رسیده باشم که مستقیم برم پیش الله، از الله بخوام. این ببینید قیاس الله با غیر الله، در حالی که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، در حالی که هیچ کسی مثل الله تعالی نیست. ولم یکن له کفوا احد. قیاس الله با بندگانش. گفتن شما میخوای بری پیش پادشاه وزیری، باید یه واسطه پیدا بکنی حداقل، نه و اون واسطه رو باید راضی کنی، هدیه بهش بده. برو پیش زن وزیر، بچه وزیر، سکرتر وزیر، برو پیش منشی پادشاه، پیش کسی از وزیر رو راضی کن، برو پیش پادشاه بهش خوب هدیه بده، راضیش بکن. اون که رفته کارت جوره، خیار جمعه، خیار جمعه. الله متعال این رو شرک نام میده. چرا؟ الله مگه نیاز به وزیر داره؟ الله وزیر، پادشاه وزیر درست پیدا میکنه به خاطر اینکه نمیتونه، همه زورش نمیرسه به تمام بلاد. وزیر نشان ضعفه، فرزند نشان ضعفه، همکار نشان ضعفه، مشاور نشان ضعفه، این همش ضعفه، این همش ضعفه. یاور نشان ضعفه. اصلا الله تعالی، قدرت الله تعالی، عظمت الله تعالی به خاطر چیه؟ به خاطر وحدانیتشه. قل هو الله احد. چرا الله متعال تنها معبودش قابلش عبادته؟ چون نیازی به کسی نداره. الله الصمد. ببینید الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، نه پدر مادری داشته که به اونها نیاز داشته باشه و نه فرزندی داره که خودش به نیاز به فرزند داشته باشه. ولم یکن له کفوا احد، هیچ که مثلش. خلاصه کلام سوره اخلاص. چرا اینو میگیم سوره اخلاص؟ چرا میگیم سوره قل الله احد میگیم اخلاص؟ چون از اینجا اخلاص میاد، چون از اینجا ما یاد میگیریم که عبادتمون چطور خالصانه باشه، چون از اینجا ما یاد میگیریم که آقا شرک چطور به وجود میاد، چون از اینجا یاد میگیریم که واسطه تراشی بین ما و الله وجود نداره. در همون آیه 18 سوره یونس که ما صحبت ما بود که الله تعالی فرمود اینها میگن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله تعالی چی جواب داد به اینها؟ اینا که بیچاره فکر میکنن عبادت. اصلا مشکل، مصیبت اینه که ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این مشکل است. اینا فکر میکنن عبادت میکنن. به والله استاد رحیمی عزیز، مگر اون بیچاره‌ای که میره سر قبر میگه یا فلان مدد، مگر اشک نمیریزه؟ دقیقاً. مگر پول خرج نمیکنه؟ دقیقاً. مگر پای پیاده کیلومترها نمیره برای سر قبر فلان و فلان؟ مگه این اخلاص نداره؟ اخلاص در این کارش داره، اما مشکل اینه که این اخلاصش فقط نزد این اخلاصه، نزد الله تعالی این شرکه. این در دلش واقعا با تمام وجود داره این رو فریاد میزنه. این بیچاره داره تلاش میکنه، اما این نمیدونه که این قدم مسیر رو اشتباه رفته. اصلا این سفر طولانی رو تحمل میکنه اما به مقصد نمیرسه، آخرش نمیرسه به مکه، آخرش نمیرسه به کعبه. چرا؟ چون اصلا این مسیر اشتباه رفته. مسئله اینه که اینها، الله متعال در پاسخ به اینها چی فرمود؟ اینها که گفتن اینها شفعاءنا عند الله، قل، الله متعال فرمود اتنبئون الله، آیا الله تعالی رو از چیزی خبر میدید که لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، که اصلا در علم الله تعالی، نه که الله تعالی خلق کرده باشه یا خلق نکرده باشه، در علم الله تعالی اصلا همچین چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی نه قبلا بوده، نه الان هست و نه در آینده قرار است که باشد. علم الله تعالی یعنی این، یعنی آنچه گذشته بوده و الان است. علم غیب الله تعالی نه گذشته، نه الان، نه حال، قرار نیست همچین چیزی بوده باشه، نه بوده و نه هست و نه خواهد بود.
اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. آخر آیه چطور تمام شد؟ الله تعالی فرمود الله تعالی پاک و منزه از اون شرکی که اینها انجام میدن. این شرک چی بود؟ یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. همین واسطه تراشی ناجایز بین خود و الله تعالی و قیاس باطل این مردگانی که از دنیا رفتن با زندگان، این دریچه شرک شد. الله متعال فرمود این توسل ناجایز شرک است. در آیه 3 سوره مبارکه ببخشید شما دو کلمه اضافه کردین، یک واسطه تراشی ناجایز، توسل ناجایز. یعنی ما حالا از کجا بدانیم که کدامش جایز است کدامش ناجایز؟ ما در بحث آنهایی که مبتلا به این مرض شدن شاید به این ادعا باشن که این از آن واسطه تراشی جایز یا توسل جایز است. اینو ما باید درش به تفصیل صحبت کنیم. در این باب ما باید به تفصیل صحبت کنیم. اول میبینیم که خود آنچه که الله متعال برای مشرکین مکه مطرح فرمود چی بود. بعد ببینیم که آیا آنچه که ما انجام میدیم جز این هست یا نه جز این نیست. الله متعال فرمود اینهایی که مشرکین مکه کی رو فرض میخوندن؟ کی رو فرض میخوندن؟ اینها کسانی از اولیای الله متعال رو که از دنیا رفته بودند و زنده نبودند و فوت کرده بودند، اونها رو به فریاد میخواندند. تا اینجا به این نتیجه میرسیم که این واسطه تراشی و این گونه شفاعت قائل شدن شرک است. کسی از دنیا رفته در قید حیات نیست و کسی بیاد و بگه که اشفع لنا عند الله، تا اینجاش میشه شرک. اینها نیتشون هم حتی نیتشون خیره. نیتشون فکر نکنیم حالا بگیم خب اونا نیتشون بد بود ما نیتمون خیره. نه، نیتشون رسیدن به خداست. نیتشون در سوره مبارکه زمر آیه 3 چه میفرماید الله متعال؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینها رو عبادت نمی‌کنیم مگر اینکه اینها ما رو به الله تعالی نزدیک میکنن. شما اگر میخوای برسی به الله تعالی راهی نداری جز فلانی و فلانی و فلانی، اونا باید تو رو ببرن پیش الله تعالی. مشکلی نه. فکر میکنن که پیش الله تعالی رفتن مثل پادشاهان فقط حتما وزیری، سفیری، سردفتری، پارتی چیزی باید باشه تو رو ببره پیش الله تعالی. در حالی که الله متعال چی میفهمد؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. در آیه 186 سوره مبارکه بقره میفهمد هر وقت بندگان من ای پیامبر من از تو درباره من سوال میپرسن که من دورم یا نزدیک، فانی قریب، من نزدیکم. اصلا نفهمید بگو که من نزدیکم، نه، مستقیم الله تعالی جواب داد من نزدیکم. خودش گفت که من نزدیکم. الله متعال پیامبرم نمیگه که بیاین نزد من، بیاین من شما رو به خداوند میرسونم. پیامبر فقط راهنماست، آمده تا راه رو یاد بده، نیامده تا خودش واسطه بشه بین ما و الله تعالی. یا از دست ما گرفته ما رو به اونجا آمده و برسونه. ما گفته این نقشه راه برید بهش میرسید، این مسیرشه. نگفته هر کی میخواد بره بیاد پیش من من میرسونمش. نه، ما رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط با ما برای ما راه رو یاد میدن. راه رو یاد میدن که این راه بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین. خط کشیدن که از اینجا این راه رو میرید، به این شکل هم میرید. بله. و هیچ کسی رو هم بین خودتون الله تعالی حتی من واسطه نمی کنید. دقیقاً. که حتی درباره منم الله تعالی فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک. حتی پیامبر من تو هم اگه این کارو بکنی تو هم تمام عبادتات برباد میره. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. ای پیامبر من به تو وحی کردم، به کسانی که قبل از تو بودن، پیامبران قبل تو هم گفتن لئن اشرکت، اگه شرک آوردی بین من و خودت، عبادت من و خودت، کسی دیگه ای در عبادت رو شریک کردی، لیحبطن عملک، قطعا حتما یقینا عبادتات برباد میره، بعد جمله خاسرین خواهی بود. اما این شرک در عبادت همون عمل ابو جهل و ابو لهب بود دیگه. این همون چیزیه که الله متعال فرمود در سوره مبارکه فاطر. در سوره مبارکه فاطر الله متعال در آیات 13 بعد در آیه 13 وقتی که الله متعال خودش رو توصیف میکنه برای ما که کسی است که شب رو در روز داخل میکنه، روز رو در شب داخل میکنه و ماه و خورشید رو مسخر کرده، این پروردگار شماست، او رو بپرستید. والذین تدعون من دونه، در پایان آیه میفهمید کسانی رو که غیر از الله تعالی شما به فریاد میخوانید و به اونها متوسل میشید و از اونها میخوانید، ما یملکون من قطمیر، اینا مالک پوست هسته خرمایی هم نیستن. قطمیر پوست هسته خرما، اون هسته خرما یک پوستی نازکی داره، اونو میگه
الله متعال میفهمه اینا در آسمان و زمین حتی این رو هم مالک نیستن. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم. اگه شما بخواید اولا که اصلا صدای شما رو نمیشنون. حالا شما زیاد اصرار دارید که میشنون، خب ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولی اون که بشنون هم نمیتونن که اجابت کنن. یعنی شما اگه میخواد بگید برو پیش خدا شفاعت کن نمیکنه. اگه بگید بچه بده نمیده. ولی اون که بشنون. قرآن میفهمه ولو سمعوا. بفرض آقا شما زیاد سرسام میکنن میشنون فلانن، روی اینا بحث داریم ان در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد که بعضی میگن آقا شهدا زنده‌ان، ما پیش زنده میریم و از انسان زنده مگر اشکالی داره خواستن و طلبیدن، خب شهید زنده است، فلانی زنده است، برادران یوسف پیش یعقوب علیه السلام رفتن ازش دعا خواستن، اینها رو ما بهش خواهیم رسید ان شاء الله. ولو سمعوا، آقا قصدن قبول میشنون، ما استجابوا لكم، نمیتونن اجابت کنن. و یوم القیامت، اینش مهمه آخر آیه. و یوم القیامت الان چی فهمود؟ الله تعالی اولش چی فهمود؟ والذین تدعون، کسانی رو که میخوانید غیر از الله تعالی، من دونه، اون کسانی رو که غیر از الله تعالی، هر کی، پیامبران، فرشتگان، انبیا، هر کسی رو که غیر از الله تعالی میخوانید، اینها مالک پوسته هسته خرمایی هم نیستن، بخوانید نمیتونن به شما کمک کنن، صداتون هم بشنون نمیتونن استجابت کنن. درسته؟ بله. اولا که صدای شما رو نمیشنون، به فرض که بشنون هم به فرض محال نمیتونن که اجابت بکنن. و یوم القیامه، و روز قیامت که باشون روبرو بشین، یکفرون بشرککم. چی؟ یکفرون بشرککم. اونها یعنی اون شرکی که من انکار گفتم میکنن. شرک چی هست؟ شرک شما رو. این شرککم یعنی چی؟ چرا در پایان این سخن الله متعال فرمود که روز قیامت این کسانی رو که شما به فریاد میخوانید که فکر میکنید اجابت میکنن شما رو، کمک میکنن شما رو، و در حالی که اینها مالک پوست یک هسته خرمایی هم نیستن. شما فکر میکنید آسمون دستشونه، زمین دستشونه، شفا میدن، چشم میدن، عزت میدن، اگر مشکل مالی داری بگو فلان، اگر میخوای مسکن بخری بگو فلان، اگر میخوای عالم بشی بگو فلان، اگر دشمن داری بگو فلان، اگر مشکل ناموسی داری بگو فلان یا فلان یا فلان یا فلان. و یوم القیامتی، روز قیامت همین بزرگواران، همین اولیای الهی، همین انبیا، همین فرشتگان، همین کسانی که غیر از الله تعالی به فریاد خواندید، یکفرون، میان رو در روی شما انکار میکنن شرک شما رو. این شرکشون چه بود؟ اینو مگه چهار کرده بودن که شرک کردن؟ فریاد کرده بودن. والذین تدعون من دون الله، این تدعون این فعل بود که شرک شد، این ندای غیر الله بود که الله تعالی اینو شرک فرمود. خب شاید بگوین که این ندایی که در آیه 18 سوره یونس هم شفعاؤنا عند الله رو با خودش داشت، مگه نه؟ این ندایی که با اون شفعاؤنا عند الله رو الله تعالی فرمود سبحانه و تعالی عما یشرکون، ندایی که به نیت شفاعت نزد الله تعالی صورت میگیره، این ندا رو الله متعال میفهمه شرک است. خب شاید اونا بگوین که کسانی که غیر از الله مالک قطمیر هم پوست دانه خرما هم نیستن، در مورد آنهاست. ما کسایی را فریاد میکنیم که نه تنها آنها مالک پوست خرما، بلکه مالک بیشتر از آن در کائنات هستند، متصرف هستند. اولا که الله متعال فرمود والذین، نه والذین، والذین چیه؟ موصول جمعه، درسته؟ بله. برای کی استفاده میشه؟ برای جمع ذوی العقول، درسته؟ بله. جمع ذوی العقول، اینجا انسان مراد انسان‌هایی هستند ذوی العقول، ذواتی هستند صاحب عقل. بله. من دونه، غیر از الله تعالی، هر صاحب جن‌ها اینجا داخل است. هر صاحب عقلی غیر از الله تعالی. یعنی چی؟ تمام فرشتگان، تمام انبیا، تمام اولیا. خلاص کی مونده؟ حالا شما اینی که شما میگید یا باید بگید خداست، که اگر گفتید خداست حساب ما شما کلا بحث ما جداست. اگر گفتید خداست بحث ما جداست، نه؟ یا باید بگید غیر خداست، یا باید بگید الله است، یا باید بگید دون الله است دیگه. من دونه یعنی چی؟ من دونه. یا الله تعالی فرمود الذین تدعون من دون الله در آیه 5 سوره مبارکه احقاف و در آیه 73 سوره مبارکه حج. در آیه سوره مبارکه حج فرمود ان یا ایها الناس، ای مردم. ضریب مثلا یه مثالی زده شده، خوب گوش کنید همه شما. ان الذين تدعون من دون الله، همون کسانی رو که افراد ذوی العقولی رو که شما غیر الله فریاد میکنید. غیر الله یعنی چی؟ من دون الله. من دون الله دو تا معنی داره. در فارسی ما استفاده میکنیم. بله. بدون الله ما میگیم بدون فلانی، در فارسی میگیم همه آمدن بدون فلانی، یعنی به غیر فلانی. یکی من دون الله یعنی غیر الله.
یعنی الله نیست، غیر الله است. الله یعنی ذات الله، غیر الله دون تعالی. الله تمام یعنی غیر مخلوقات، الله. بله. تمام مخلوقات. بله. معنی دوم دون چیه؟ دون یعنی فرومایه، پایین‌تر، پایین درجه. اینم در فارسی ما استفاده می‌کنیم. انسان درست. دونی است، انسان پایین مرتبه است. درست. من دون الله یعنی پایین مرتبه تر از الله. کسانی که رتبهشون از الله پایین تره. خلاص دیگه تمام مخلوقات. باز میشه تمام مخلوقات. هر دو تاش یک معنا رو میده. دقیقاً. من دون الله یعنی هر کی غیر الله تعالی. تمام. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هرگز نمیتونن، همشون، تمام انبیا و در رأسشون رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام اولیا، تمام فرشتگان، جبرائیل علیه السلام. من دون الله هست یا نیست؟ حتی ابراهیم علیه السلام هم نمیتونن. من میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم که دیگه ما چون اشرف مخلوقات میدونیم دیگه. درست. و جد بزرگوارشون ابراهیم خلیل الله. این دوتا که دیگه در اوجن. بالکل. از بین انبیا، از فرشتگانم جبرائیل علیه السلام که دیگه بالاترش خودش نداره در بین فرشتگان. دقیقاً. آیا اینها در من دون الله داخل هستن یا نیستن؟ حتما داخلن. اگه کسی بگه داخل نیستن که اصلا دیگه من بحثی ندارم باشون. اگه کسی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابراهیم علیه السلام و جبرائیل و میکائیل من دون الله نیستن، اینا خود الله ان، خب خلاص ما میگم سلام علیکم. بله. با این انسان بحثی نداریم که بگه اینا خدا ان، خلاص خودش فتوای کفر خودشو داده. درست. من دون الله ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مگسی نمیتونن خلق کنن. ولو اجتمعوا له. هم نه تنها یکیشون، ولو اجتمعوا له، همه جمع بشن، تمام انبیا، تمام اولیا، تمام فرشتگان جمع بشن، یک مگس اون مگسی که با پشه که صحبتش داشتیم در قسمت قبلی، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. همشون هم که جمع بشن، تمام شما مخلوقات من، الله میفهمد اینجوری میخواد بگه الله تعالی، شما مگس پیش شما خیلی بی ارزشه. ای مخلوقات من، تمام فرشتگان من، تمام انبیای من، تمام اولیای من، همه جمع بشید ببینم میتونید یک مگس خلق کنید؟ اصلا این که چی؟ و این یسلبهم الذباب شیئا. این مگس من، الله تعالی میفهمد این مگسی که من خلق کردم یک ذره از شما اگر چیزی بخواد، مگس چقدر میتونه برداره ببره؟ چی میتونه مگس چی برمی‌داره با خودش؟ مگه چند گرم میتونه برداره حمل کنه؟ و یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. نمیتونید همون مولکولی رو که مگسه، همون یک گرمی که برداشته، همتون هم جمع بشید نمیتونید ازش پس بگیرید تا من نخوام. و یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. به تنهایی شما هیچ کاری نیستید. شما ضعف الطالب والمطلوب. همون کسی که میطلبه از اینها، اون مشرک، و هم این بزرگوارانی که مورد دعا قرار میگن، همشون ضعیفن. چرا این کارو میکنن مردم؟ ما قدر الله حق قدره. الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن. ان الله لقوی عزیز. الله قوی عزیزه. درسته که الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. الله بندگان برگزیده‌ای داره، چه از فرشتگان چه از مردم، اما فقط خودشه که سمیع و بصیر و تفاصیلش ان شاء الله. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. میفهم بحث خیلی جالب هست اما وقت تمام شده. ان شاء الله در برنامه بعد باز به شبهاتی داریم با پاس. ان شاء الله. تشکر از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظات با ما بودید. همچنین تشکری ویژه دارم از همکار عزیزمون پشت صحنه، فکر میکنم احمد جان است دیگه. احمد جان و حمزه. احمد جان و حمزه پشت صحنه هستن، ازشون نیز تشکری میکنم. همه شما از اون رو به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران. ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني